یه مورد اورژانسی داریم. یه اتفاقی تو دنیای 234 افتاده. دنیای یوتیوب به آشوب کشیده شده. چه اتفاقی برای رضای اون دنیا افتاده؟ رضا آینه اون دنیا چنلشو ول کرد و داره ویدیو غذا میسازه. طبق احتمالاتی که حساب کردیم اگه رضا تا 1 ماه دیگه ویدیو تو چنلش آپلود نکنه معلوم نیست چه اتفاقی برای یوتیوب اون دنیا میفته. چیکار داری میکنی به خودت؟ ویدیوی بهترین سوخاری تهران آخه. بهترین نون؟ رضایی که ما میشناسیم تو تمام دنیا باید ویدیوی کامنتری بذاره. آخه خری پوفیوز خاک تو اون سر. ریدم تو مغزت بره. دنیا بکار رفته پوستم. خیلی راجب چی دارید حرف میزنید؟ فکر کنم منو اشتباه گرفتید. چنل کامنتری؟ من 4 ماه یوتیوبمو شروع کردم. شما رو نمیدونم، اما برای من خیلی مهمه که بدونم بهترین سوخاری تهران کجاست. حتی توی زندگیم چیزی هیجان انگیزتر از این نیست که بدونم توی ویدیو سفارش از پر امتیازترین و کم امتیازترین رستوران‌های اسنپ فود چه اتفاقی میفته. چند بار شده که هر لحظه منتظر بودم یهو منفجر بشه همه چیز، یا یهو وین دیزل با فراری آخرین مدل بیاد توی ویدیو. رئیس جمهور بنگلادش ممکنه در آواز کنه بیاد. اما در نهایت پیتزا خوردن رضا رو دیدم. میدونم توی زندگیت مشکلات زیادی داری. میدونم که سوالهای ناجواب بیشتری حتی داری. مثلا بعد از من چه اتفاقی میفته؟ این پرنده‌ای که من بهش غذا دادم کجا این قرار به من برگرده؟ اما تا حالا به این فکر کردی که بهترین نون ایران چیه؟ من خودم نمیدونستم تا اینکه دیدم رضا و علی ویدیوشو گذاشتن و رفتم دیدم و الان بازم نمیدونم بهترین نون چیه، چون بالاخره هرچی باشد رو آدم تو گشنگی میخوره. حتی روی پرینت نون روی کاغذ هم شما پنیر بمالی بازم خوشمزه میشه. از روزی که من ویدیوی چگونه تیستر شویم رو ساختم سالهای سال میگذره. میتونید از سفیدی روی موهام این رو بفهمید. اما اون روز فکرشم نمیکردم. حتی مستر هیروی 1928 هم فکرشو نمیکرد که روزگاری رضا توی پیتزا ادبرت داشته بهترین پیتزا رو تست میکرده. در این کار هم باید یاد بگیرید که خوب بخورید. اما یوتیوب فارسی که الان با یه اتوبوس باید بریم یوتیوبرها رو از دم گرونترین اسنپ فودی سوخاری تهران یا کوچک فروشی ترین برگر در آلمان، اصفهان ترین سوخاری دیجیکالا جمعش کرد، یه روزگاری ابهتی داشت برای خودش و همه داشتن ویدیوی سایکون نخندی می ساختن که الان که دارم فکر میکنم پیشرفت خوبی کردیم. اما چرا این ویدیوی غذا خوردن اینقدر ترند شده و اینقدر محبوبه؟ یکی از بزرگترین دلیلاش که من بعد از ساعتها تحقیق بهش رسیدم، الگوریتم یوتیوب رو کلی بالا پایین کردم،
دلیلش اینه هر آدمی توی کره زمین اگر نمیدونستید 3 وعده غذایی میخوره، یعنی در روز 3 بار به غذا فکر میکنه که خب باعث میشه که بره تو یوتیوب و اون ویدیو رو ببینه. اما سوال اصلی که یک نفرتون از اون پشت از من پرسید اینه که رضا آدمیزاد در طول روز چند بارم دستشویی میره؟ دقیقاً به همین خاطره که یوسف عجیب ترین توالت عمومی ایران رو پیدا کرده. الان دیگه در واقع یوتیوب یه پلتفرم ویدیویی نیست، یه دفترچه راهنماست. همون دفترچه راهنمایی که توی چرخ گوشتای پارس خزر شما میتونید پیدا کنید، یوتیوب هم مثل همون شده. شما صبح که از خواب بیدار میشید، بهترین صبحانه تهران، بعدش با خودت میگید حوصله‌ام سر رفته چیکار کنم؟ گرونترین شهر بازی تهران اینجا نشسته. میری خونه میبینید نیاز به حموم دارم. سلام، بیاین با هم آماده شیم بریم حموم. شب شده کسی هم خونه نیست، فکرای شومی هم تو سرته. سری میری توی یوتیوب سرچ میکنی این کانال رو، بعد از چند دقیقه تمام اون فکرای شوم از ذهنت خارج میشه و شروع میکنی به حالت تهوع، میری همون توالتی که یوسف معرفی کرد میاری بالا. یوتیوب در واقع داره بزرگ و بزرگتر میشه. مهاجرین از اینستاگرام دم دروازه های یوتیوب صف کشیدن. آیا فکر میکنی اون کسی که از اینستاگرام اومده اینجا میره و سرچ میکنه ویدیوهای رضا آینه مثلا ولاگ روزانش چیه؟ خیر، این مهاجرین 2 تا سرچ بیشتر ندارن، یا دنبال غذان یا دنبال پا. ما الان در جبهه غذایی کار رو دست گرفتیم و در مقابل این جبهه باطل که داره یوتیوب رو به قهقرا میبره داریم مبارزه میکنیم. دوستان، حریف بسیار قویه، حریف بی اندازه قویه و سلاح ما بهترین و بدترین اسنپ فوده. سلاح ما گرونترین پیتزای تهرانه. اینا مثل اون گزینه‌ای میمونه که اون کنار بازی‌های ویدیویی میاد و بهت جون اضافه میده، بهت قدرت موشک برتر میده. حکم نیرو کمکی رو داره برای یوتیوبرها و یوتیوب. بهترین نون ایران کدومه؟ بعید میدونم تأثیری داشته باشه، اما اگر ما امروز نایستیم در مقابل این محتوا، شاید فردا پس فردا دیدیم من هم پاهامو گذاشتم توی تامنیل، منم همسر آینده‌مو شاید بهش گفتم خب لخ شو میخوام بذارم توی تامنیل. دوستان، قاعدتا شما به عنوان مخاطب یوتیوب سعی کن نخندی‌های زیادی دیدی. سعی کن نخندی، سعی کن گریه نکنی، سعی کن نگی واو، سعی کن نگی میاو، سعی کن مش نزنی تو دیوار. ولی من یه سعی کن نخندی پیدا کردم که به اندازه بردن آب معدنی توی دریا غیر ضروریه و مثل فیت همایون شجریان با تتلو عجیب و غیر منتظره است. سعی کن غذا نخوری، اگه غذا بخوری باختی. نخور دیدی فقط روغن رو شیدی. حس معتاد که مواد داشتم. دنیا 2 روزه 3 روزه. نه من فعلا نمیخورم. نمیتونم غذا نخورم. نمیتونم، از من نخوا. سخت‌ترین چالش عمرمه. این چه چالشی بود؟ اگه تو این 10 دقیقه غذا بخورم میبازم. خدای کمکش کن که غذا نخوره. شده دا؟ خدای معمولا میخوردم، اسکلین شما. نه، چرا این کارو کردی با خودت؟ این ویدیویی که الان مشاهده کردیم یا سعی کن غذا نخوری، در این جنگ نابرابر در مقابل پا، حکم اینو داره که ما همه یوتیوبرها در یک مجلسی کنار هم نشستیم، داریم خوشوبش میکنیم. هی کوروش چطوری؟ من تازه رفتم ویدیو بهترین برگر رو گرفتم. آره رضا، ما هم مثلا بهترین چیپس رو گرفتیم. بعد یهو تو همین بحثا همچین آهنگی پلی میشه و یهو درها قفل میشه. ملوسک من که بیرون، حبسه رو میکشن، علی و سر میبرن. حکم همچین چیزی رو داره. اما دوستان، همه اینا به کنار، بهترین پیتزا، بدترین قرمه سبزی، قدیمی ترین ساندویچی محمود آباد، اینا اهمیتی نداره، چون قهرمان بلا منازع یوتیوب، یوسین بولت 100 متر دنیای محتوا، کریستیان رونالدو زمین بازی فوتبالاگری کسی نیست جز اسنپ
فود، یعنی خدمتی که یوتیوبرها به اسنپ فود و دیجی کالا کردن، تیم برنامه‌نویسی دیجی کالا و اسنپ فود بهش نکردن. یه شرکت چقدر میتونه خوش شانس باشه این همه تبلیغ رایگان براش توی یوتیوب وجود داشته باشه و من نمیبینم که توی اکانت اسنپ فودم یهو بزنه 100 میلیون شارژ شد میتونید تا ابد هر چی دوست دارید بخورید. اسنپ فود اگر داری این ویدیو رو میبینی بدون که حداقل یه چیزی به ما بده. واقعا میگم، واقعا این خدمتی که یوتیوبرها دارن به این دوتا شرکت میکنن، دیجیکالا که نگم، الان شما چرت و پرت ترین محصولات دیجیکالا ویدیوشو تو خود دیجیکالا بذاری اندازه این که تو یوتیوب ویو میخوره نمیخوره. خلاصه این که دوستان یوتیوب همه داریم فود بلاگر میشیم و نمیدونم خوبه یا بده ولی فانه، واقعا خوش میگذره به خودمون، به خیلیاتون هم خیلی خوش میگذره، میگید باحاله و دوست دارید یه سریاشونو. بهترین نون نمیدونم. و اینکه آره این چنل برگشت و اینکه ویدیومون رو دیگه به منوال مرتب خواهیم داشت. یه سریاتون الان میگید شاد فاک آپ رضا، الان ما ببینیمت مشت میزنیم تو دهنت که اینقدر بد قولی، اما یک بار دیگه به حرف من گوش بدید چون ما برگشتیم. و اینکه لایک کنید حتما این ویدیو رو حتما لایک کنید. خیلی وقت نبودم، یوتیوب میگه که هی کجا بودی رضا؟